همزمان در گزارش کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی همچنین در مورد دست‌درازی کارمندان مقامات تفتیشاتی به ناموس یوسف بازداشت شده شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی مثال آوردند. در گزارش گفته می شود تجاوز در بازداشتگاه نسبت به ظرفان رحمانی صورت گرفته است و از این حادثه مدهش خود ظرفان رحمانی به وکیل مدافعش نقل کرده ابراز داشته است که در صورت آزاد نگشتنش دست به خودکشی میزند. در برابر آن که قضیه ظرفان رحمانی ضمن گفتگوی جان کری و امام علی رحمان قرار گرفته است یا نه، نشریه واشنگتن پست تحقیق نکرده است. خبرنگاران ما امروز به شرح این موضوع به مقامات تفتیشاتی مراجعت کردند. متاسفانه مسئولین از جواب به سوالهای ما سرپیچ کرده اظهار بیخبری کردند. وکیل مدافع ظرفان رحمانی ستاره عزیز و معلومات کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی را بر دروغ خوانده و از زیر مایه‌اش را خیلی خوب نامید. من میخواهم فهمم که همین خبر کی داده است. من بسیار زیخ میشم که کی به خبرهای بر دروغ میتیم. برای من همین سحر قریب 1 ساعت با ظرفا در سیزا بودم، صحبت کردیم. ظرفا از جز فشار و شکنجه بگین تماما تینجای تماما. این خود پیش شما یک خبرنگار دیگر هم زنگ زد، یک دخترک ما فهموندم که بوده که خواهرش گفتگی باشه همین گپه، لیکن خواهرش هم هر روز میبینم خواهرش 2 مرتبه پیش میدروه. اما خودم ادوکاتم به محدودیت اجازت نامه دادگیم کدام وقتی که بخواهم میروم. در همین حال رسانه‌های تاجیکستان از بازداشت سومین وکیل مدافع کلیگ ادوکات‌های سپر خبر دادند. آژانس ضد فساد تاجیکستان از بازداشت وکیل دفاع دادجان و دلبر موحیدینونا که در قلابی متهم می‌شود خبر داد. طبق ایتالیای آژانس دادجان و مقصد در مرحله نظارتی سود عالی جمهوری تاجیکستان حل نمودن بحث شهروندی وابسته به قطعه زمینی نزد حولیگی از یک شهروند مبلغ پولی $10,000 آمریکایی گویا همچون حق خدمت سودیه‌های سود عالی طلب نموده است. در اظهارات آژانسی آمده است که دلبر دادجان و سنه 26 اکتبر سال روان در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی در شهر دوشنبه هنگام گرفتن مبلغ $5,800 آمریکایی و 1000 سومانی از شهروند در جای حادثه دستگیر کرده شده. مبلغ‌های مذکور همچون دلیل شایع یافته گرفته شدند. آژانسی ضد فساد میگوید نسبت ادوکات موافق کودکس جنایی پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. بازداشت عضو کلیگ ادوکات‌های سپر در حالی است که قبلا رئیس این کلیگ بزرگ میریاروف بعد از تأسیس کمیته دفاع و عضو حزب در تاجیکستان ممنوع اعلان شده نهضت اسلامی با اتهام قلابی و ساختکاری از جانب وزارت امور داخله بازداشت شده بود.